سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم و در چند دقیقه آینده شما را با سرخط خبرهای امروز سه‌شنبه 5 مارس آشنا میکنم. برنامه تا 3 ساعت دیگر شروع می شود و طور میدونید در شبکه یوتیوب در کانال آزادی ویدیو مستقیم می توانید ما را تماشا کنید، هم در وبسایت azadi.org. اگر در فیسبوک هستید در آنجا نیز برنامه رادیو آزادی، برنامه خبری مستقیم نشر می شود. خب در برنامه امروز چی داریم؟ تنقید از فضای سرمایه گذاری و رشوه‌خوری زیاد در تاجیکستان که طور مردم میگوید آنها را به داد آورده است و هم سرمایه گذاران را میترساند. امروز یکی از موضوعهای اساسی برنامه خبری ما همین است. خبر دیگری که خودی مهاجران کاری از روسیه به ما رساندند درباره قتل یک ساکن ناحیه لوچاب است که جسد او را امروز مهاجران به دوشنبه فرستادند. پدری 3 فرزند بنا به گفته مهاجران از دست یک ملیتگرای روس کشته شده است، هرچند مقامات میلیسای روسیه هنوز در این باره نظرشان را نگفتند. گزارش دیگری برنامه هم درباره کار است و هم درباره مهاجرت کاری، ولی مهاجرت کاری به کشورهای اروپا. اما گزارش درباره فریب خوردن 10 نفر است که میگویند پول زیادی برای کار در چخیه پرداخت کردند، ولی هم از آن طرف ماندند و هم از این طرف. با چند نفر از این کارافتادگان صحبت داریم که در برنامه با هم تماشا میکنیم. مزد کار در کانیتیلا. کارمندان یک کانیتیلا در شمال تاجیکستان بعد از گزارش رادیو آزادی مزد کارشان را گرفتند و شاید خبر داشته باشید که 10 نفر شکایت داشتند که در کانیتیلای اپریلوفکا پولشان را با تأخیر میگیرند. حالا رهبران کارخانه میگویند که دیگر معاش سری وقت به دست کارگران میرسد. همکاران ما در ولایت سوخت و کارخانه تیلای اپریلوفکا رفتند و یک گزارش آوردند که در برنامه خبری با هم تماشا میکنیم. درباره نقش مادران تاجیک و تشکل زنان در تاجیکستان هم صحبتی داریم. از زمان دور انداختن فرنگی از سر و تا زمان امروز همه این تاریخ را در یک نمایشگاه در دوشنبه نشان میدهند و اگر شما هم میخواهید این نمایشگاه را ببینید پس برنامه ما را تماشا کنید. خواهیم گفت که باید به کجا بروید و نمایشگاه را ببینید. و به همه آنهایی که برنامه های ما را میبینند از جمله نویدی بامدادی و خبر را و هم شرح میدهند و مینویسند تشکر زیاد میگویم، از جمله به یک دوستی عزیز که صبح امروز در نویدی بامدادی نوشت مردم میتوانند در رادیو آزادی فکر و اندیشه‌های خود را آزادانه درباره حکومت بنویسند. شما هم بنویسید بیننده ارجمند، چی هنگام برنامه خبری یا چی در وبسایت azadi.org. خب تا کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی منتظر شما هستیم. برنامه را مثل همیشه میتوانید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید، هم در وبسایت azadi.org. اگر در فیسبوک هستید در اونجا نیز برنامه ما مستقیم نشر می شود.